الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه روحانی قرآن عظیم الشان. امید است که در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. ما می خواهیم که با قرآن باشیم و قرآن کریم در زندگی ما باشد و تأکید ما با پیروی از قرآن عظیم الشان باشد. باید تلاش بکنین هر کدام از من و شما، چی برادر و چی خواهر، چی خرد و چی بزرگ، چی پیر و چی جوان، تا قرآن عظیم الشان را در زندگی خود بیاوریم. قرآن را مهجور قرار ندهیم، چون مهجور قرار دادن قرآن کریم یا ترک نمودن قرآن کریم یا دوری کردن از قرآن عظیم الشان باعث بدبختی در دنیا و آخرت می گردد. پس ای برادر و خواهر مسلمانم، اگر می خواهی از فتنه هایی که در جلو روی تو قرار دارد و در واقع امروز تو را آزار می دهد و از دست فتنه ها اذیت شدی، راهش اینه که با قرآن کریم رجوع بکنی و قرآن کریم را در زندگی فردی و اجتماعی خود داشته باشی و مطمئن باش که اگر قرآن کریم را از زندگی خود دور کردی، تو را هم در دنیا و هم در آخرت بدبخت خواهد کرد. چون رسول الله علیه السلام می فرمایند که ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. الله متعال توسط این قرآن خیلی ها را بلند می کند و گروهی را هم توسط این قرآن الله خوار و ذلیل می کند. پس اگر می خواهی از جمله کسانی باشی که خوشبخت دنیا و آخرت می شوند، پس با قرآن کریم رجوع بکن. و اگر می خواهی که از فتنه ها و بدبختی های روزگار در امان باشی، در واقع یگانه راهش این است که با قرآن کریم که همانا کلام حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی است، با آن چنگ بزنی و با آن رجوع بکنی. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از برنامه قرآنی، برنامه‌ای که در تلاش تصحیح تلاوت قرآن عظیم الشان هست که تا ما را در واقع متوجه بکند و دوباره ما را به جهت قرآن عظیم الشان ذهن ما را و افکار ما را مراجعه بدهد. به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی، چنانچه شما در جریان هستید، ما در اول هر برنامه از سلسله برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشان درسی از تجوید داریم و اشاره به مسائل تجوید می کنیم که مهم است، که تا حالا فقط بحث ما پیرامون مخارج حروف می چرخد. ما پیرامون حروف حلقی صحبت کردیم و مخارج آنها را به صورت تفصیل اشاره کردیم و همچنان در مورد بعضی از حروفی که از زبان، یعنی مخرج آنها زبان است، اشاره کردیم. البته به بعضی از آنها، بعضی از این حروف باقی مانده که ارتباط به زبان میگیره و بعضی هم ارتباط میگیره به لبها. و فعلا آنچه که برای ما مهم است اینه که بعضی از مخارج دیگر باقی مانده که ارتباط میگیرد به زبان. و قبل از این که ما به این مخارج بپردازیم، نیاز به یک مقدمه داریم که در این برنامه به مقدمه ان شاء الله که اشاره خواهیم کرد و آن مقدمه عبارت است از معرفی دندانها. ما باید دندانها را بشناسیم، دندانهایی که در داخل دهان داریم و الله متعال اینها را به عنوان نعمت بزرگی برای ما نصیب کرده و باید قدر آن نعمت را بدانیم، آنها را بشناسیم. چرا که از این به بعد اکثرا حروفی که مخارج آنها را ما باید بدانیم ارتباط مستحکمی به دندانها داره، تا اینکه ما دندانها را بشناسیم که بتوانیم به صورت درست و واضح و شفاف در واقع همان حروف را از جایش ادا بکنیم و از مخرجش آن را خارج بگردانیم. بنابراین با همدیگر
این دندان ها را به معرفی میگیریم و بعد از آن ان شاء الله که به سراغ درس قرآن عظیم و شن خواهیم رفت. از اتاق فرمان میخوام که تصویر اگر میشه بدن که اینجا بتونین به صورت واضح تر دندان ها را برای بینندگان عزیز و گرامی معرفی بکنیم. آنچه شما در این بالا میبینید که نوشته است دندان ها 32 تا هستند. بله، دندان ها 32 تا هستند. بعد از این که دندان ها به تکمیل بشه در دهان انسان به 32 تا میرسه و کامل بشه 32 تا هست. و ما در اینجا این تصویری که میبینید از فک بالا هست. از فک بالا یعنی قسمت بالایی دهان انسان و این از فک پایینه یعنی قسمت پایینی دهان انسان. در این بالا شما اینجا توجه بکنید، این نکته را اگر زوم بکنند قسمت دندانهای ثنایا یا قسمت دندانهای پیشین که در واقع در جلو روی انسان قرار داره، این دو دندان ثنایا میگن. این دو دندان یک و دو، یکی از این طرف یعنی از طرف راست و یکی از طرف چپ، به اینها میگن دندانهای ثنایا. و به این ثنایای علیا میگن، یعنی قسمت بالا میگن ثنایای علیا، به خاطر اینکه اینها به بالا قرار داره، ثنایای بالا. و ما در درس‌های بعدی ان شاء الله به این نکات اشاره خواهیم کرد به صورت تفصیل. این شد از دندانهای ثنایا. این دندان از طرف راست شروع میکنیم، چون راست و چپ همه یک قسم، فرق نمیکنه. از طرف راست شروع میکنیم و به همین ترتیب یادتان باشه که در دندانهای پایین هم همین نامها دوباره تکرار میشه. قسمت بالایی است. این دندان میگن ثنایا، این دندان میگن رباعی. به این دندان میگن انیاب. البته در زبان فارسی به این ثنایای مثلا طرف راست بگیرین، به این و دندان رباعی که در پهلوش هست به اینها دندانهای پیشین میگن، یعنی دندانهای پیش رو. به این دوتا میگن دندانهای پیشین. این دندانی که پهلوی دندانهای پیشین هست یا پهلوی دندان رباعی هست به این میگن انیاب در عربی، اما در فارسی به این میگن دندان نیش. به این میگوین دندان نیش. پهلوی دندان دیگری است، پهلوی دندان انیاب. به این دندان در عربی میگن ضواحک. به این دندان میگوین ضواحک و این دوتار به نام دندانهای آسیاب کوچک هم در زبان فارسی با آنها میگویند. بعد از آن در زبان عربی این ستایی که هست، یکی این یعنی بعد از انیاب، بعد از ضواحک که اینجا شما میبینید اشاره داده است ضواحک، بعد از آن 1 2 3 این ستا را میگن دندانهای ادراس که در زبان فارسی به اینها آسیاب بزرگ میگن، دندانهای آسیاب بزرگ. و این در زبان فارسی و در زبان عربی. البته اینها نامهای دیگری هم در زبان عربی داره، ولی شما به صورت کلی بدانید که این ستا را با هم میگویند ادراس. اگر ما گفتیم دندانهای ادراس، بدانید که همان دندانهای آسیاب بزرگه. این طرف راسته و این هم که میبینید طرف چپه. و این دندان اخیر هم به زبان عربی که دندان عقل، مسما به دندان عقل هست و در واقع عموما در سن 18 19 یا 20 در همین سنها دندانها مکمل میشه و آخرین دندان که دندان عقل در واقع بیرون میشه. به این میگن دندان نواجز و دندان عقل. این از طرف راست بود، اما طرف چپ بیاین دوباره به خاطری که تکرار بشه برای بینندگان گرامی. این دندان را به نام ثنایا میگن، این به نام رباعی میگن که گفتیم در زبان فارسی دوتار دندانهای پیشین میگن. این دندان را به نام انیاب میگن، اینجا اشاره داده است انیاب، و در واقع به این به زبان فارسی میگویند دندان نیش. این دندان را ضواحک میگن در لغت عربی، ضواحک در لغت عربی. و این دندان ها، این ستا 1 2 3 این ستا را میگن ادراس که همان آسیاب بزرگ، دندانهای آسیاب بزرگ، و این ضواحک دندان آسیاب کوچک.
و این دندان اخیر هم نواجز میگن. به همین صورت بیاین در قسمت پایین. البته اینها را متوجه باشین وقتی ما میگیم رباعی یعنی به سمت بالا یا سمت علیا میگین، منظور ما همان فک بالاست، یعنی قسمت بالایی. و این قسمت پایین که هست که به اینها سفلا میگن، یعنی پایینی، از این قراره. مثلا این قسمت پایین بیاین ثنایا، اینجا باز هم میبینید ثنایای سفلا یعنی ثنایای پایین. این دوتا مثلی که در بالا به اونها ثنایا میگفتن، در اینجا هم ثنایا میگن. و این دندان پهلویش را رباعی میگن. این انیاب میگن که ما گفتیم این دوتا دندان پیشین میگن در زبان فارسی. و ایر میگن دندانهای نیش، دندان نیش، یکی در طرف راست، یکی طرف چپ، یکی بالا، یکی دو تا بالا، دو تا پایی که مجموعاً میشه 4 تا. و به این دندان میگن دواحک. دواحک که در بالا هم به این دواحک میگفتن، در اینجا هم همان چیز میگن، هیچ فرقی نمیکنه. و که در لغت فارسی هم به آن با آسیاب کوچک میگن. اینجا این ستای دیگه که میبینید مثل که در بالا بود، 1 2 3، اینها رو به اینها ادراس میگن. اگر گفتیم دندانهای ادراس، شما بفهمید که همان در واقع دندانهای آسیاب بزرگ هست. و این هم که دندانهای نواجز یا دندانی است که مجموعاً به اینها میگن دندانهای نواجز، چی در طرف راست، چی در طرف چپ، و چی در بالا، چی در پایین، به اینها میگن نواجز. و ما گفتیم اینها دندانهای عقل. این دندانها مجموعاً شد، حساب میکنین با هم دیگر، این ثنایا 2 تا بالا 2 تا پایین میشه 4 تا. رباعی 2 تا بالا 2 تا پایین باز هم 4 تا، مجموعاً شد 8 تا. انیاب 2 تا بالا 2 تا پایین مجموعاً شد 12 تا. دواحک 2 تا بالا 2 تا پایین، یکی طرف راست یکی طرف چپ که مجموعاً میشه 4 تا، یعنی با هم دیگر میشه 12 و میشه 16 تا. و میان دندانهای ادراس 6 تا بالاست و 6 تا به پایین هست، مجموعاً میشه 12 تا. 12 و 16 میشود 28 تا. و 4 تا هم دندانهای نواجزه که 2 تا بالا هست 2 تا پایین، مجموعاً میشه 32 تا. پس بناهن اینجا را داشته باشید، دندانها مجموعاً در حالتی که به حالت اکمال برسه و کامل بشه میشه 32 تا. این دندانها را در ذهن خود بینندگان عزیز و گرامی داشته باشید. و المهم این که شما بدانید وقتی ما میگوییم مثلا زبان به دندانهای ادراس، مثلا میگین بغل زبان به دندانهای مثلا طرف راست زبان یا طرف چپ زبان، مثلا میگم به دندانهای ادراس برخورد میکنه، شما جا در ذهن شما بیه که ادراس کدام دندان هست؟ همان دندانهای آسیاب بزرگه، چون در قسمت تلفظ حروف برای شما کمک میکنه. اگر این دندانها را نشناختید، وقتی مثلا ما گفتیم که دندانهای دواحک یا گفتیم دندانهای آسیاب کوچک یا آسیاب بزرگ یا دندانهای پیشین یا دندانهای نیش، شما باید اینها را درست بدانید که زبان فعلا به کدام سمت میخواد برخورد بکنه. و این نکات را انشاءالله که بینندگان عزیز و گرامی توجه داشته باشند به خصوص موضوع دندانها. انشاءالله برای شما وعده میدم که در برنامه‌های بعدی وقتی که ما حروف را تلفظ بکنیم، یک بار دیگر باز به سراغ این دندانها خواهیم رفت تا ای که به ذهن شما کاملا بنشینه و انشاءالله که برای هیچ گاهی دیگه از ذهن شما حذف نشه و شما بدانید که حروف را درست از کجا ادا میکنید. و با هم دیگر می رویم یک میان برنامه کوتاه می بینیم و بعدا انشاءالله از درس آیاتی از قرآن کریم در خدمت شما خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. با شکرگزاری نعمتها دوام خواهد یافت. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از درسی از آیات قرآن عظیم الشأن از برنامه روحانی قرآن کریم. بینندگان عزیز و گرامی، امروز با هم دیگر آیاتی از 191 سوره مبارکه بقره الی آیت 196 تا اخیر آیت 196 انشاءالله با هم دیگر تلاوت خواهیم کرد و با هم دیگر بعضی از آن آیات را تکرار خواهیم کرد و اشاراتی در بعضی از نکات خواهیم داشت. حالا با هم دیگر می رویم به سراغ آیه 191. انشاءالله از آیه 191 شروع می کنیم. باز هم تکرار می کنم، جزء دوم سوره مبارکه بقره آیت 191. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتلوهم. اینجا واو با قاف وصل میشه و قاف در اینجا قلقله میشه، تکان میخوره، یک تکان میدیم. وق به خاطری که از حروف قلقله هست و این الفی هم که اینجا میبینید به شکل الف هست، البته همزه وصل هست، همزه وصل هست. وقتلوهم اینجا میم هم اظهار میشه. ما در درس‌های گذشته هم اشاره کردیم که بعد از میم غیر از با و غیر از میم که بیایه میم اظهار میشه. اگر بعد از این میم آمد ادغام میشه. اگر بعد از میم ساکن با آمد میم اخفا میشه. اگر بعد از میم ساکن غیر از این دو حرف، یعنی غیر از با و غیر از میم حرف دیگری آمد، میم اظهار میشه. وقتلوهم، هم کاملا واضح میکنیم، آن را آشکار میکنیم. حیث ها از حروف حلقی هست، یادتان نره. ها حیث ثقفتموهم ثقف قاف بافا قفتموهم میم اظهار میشه. و اخرجوهم من اینجا میم در اینجا، میمی که در اینجا میبینید ادغام میشه. چرا؟ چون بعد از میم ساکن میم دیگری آمده. اخرجوهم هم من حیث بعد از نون ساکن ها آمده. ها از حروف حلقی و از حروف اظهاره، بناهن اینجا نون ساکن اظهار میشه. من حیث اخرجوکم رار پر میکنین. البته جیمی که در اینجا میبینید علامت وقف جایزه، یعنی اگر وقف کردیم هم جایزه، اگر وقف هم نکردیم جایزه. واو با لام وصل میشه و اینجا همزه وصل هست. فت فا با تا. والفتنة اشد شین با دال وصل میشه. اشد من القتل قاف با تا وصل میشه، یک جا خوانده میشه. اینجا هم همزه وصل هست. من القتل جیم علامت وقف جایزه، اگر اینجا وقف کردیم جایزه، اگر وصل هم کردیم جایزه. ولا
تقاتلوهم تقاتلوهم تقاتلوهم. اینجا میم اظهار میشه. عین بعد از نون ساکن دال آمده، اینجا نون ساکن هست، اینجا هم دال. بعد از نون ساکن دال آمده و دال از حروف اخفا هست، بنابراین نون ساکن را ما اینجا اخفا میکنیم. میخوانیم عین 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 دل مسجد دل مسجد عند المسجد. دال با لام در اینجا وصل میشه. عند المسجد الحرام حرام عند المسجد الحرام. حتى 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 يقاتلوكم يقاتلوكم یقاتلوکم. میم ساکن اینجا اظهار میشه. فیه فیه اینجا صلا هم به معنای این که اگر اینجا وصل بکنید بهتره، یعنی بخوانید حتی یقاتلوکم حتی یقاتلوکم فیه فیه فإن. اینجا بعد از نون ساکن که میبینید قاف آمده و قاف از حروف اخفا هست، بنابراین اینجا اخفا میکنیم. مثلا میخوانیم فإن قاتلوكم فإن قاتلوكم قاتلوكم. اینجا میم ساکن باز هم اظهار میشه. فق فا با قاف وصل میشه، یک جا خوانده میشه. قاف در اینجا قلقله میشه، تکان میخوره چون از حروف قلقله هست. فقتلوهم فقتلوهم فقتلوهم. قیلا هم به معنای این که اینجا اگر وقف کنید بهتره، یعنی بخوانید فإن قاتلوكم فقتلوهم، اینجا وقف کنید. كذلك جزاء الكافرين. جزاء اینجا مد متصله به اندازه 4 الی 5 حرکت ما آن را طولانی می کنیم. جزاء الکافرین. را در اینجا باریک خوانده میشه. کافرین نمی خوانین کافرین. کافرین رین باریک میکنین. این از آیه 191. میرویم به سراغ آیه 192. فإن اینجا نون میبینید بعد از نون ساکنی که در اینجا هست تا آمده، تا از حروف اخفا هست، بنابراین این نون ساکن را ما اخفا میکنیم. میخوانیم فإن انتهوا فإن الله. اولا همزه با نون وصل میشه، دوباره نون جداگانه خوانده میشه، با لام وصل میشه و اینجا نون مشدده یعنی تشدید داره، غنه میشه. ما گفتیم که هرگاه نون و میم تشدید داشته باشه به این میگن تشدید داشته باشه غنه میشه، یعنی صدا از خیشوم یا از بینی خارج میشه. فإن الله نالله. لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه. چرا؟ چون ما در برنامه گذشته هم اشاره کردیم که هرگاهی قبل از لام جلاله، یعنی قبل از این لام، حرفی بیایه که زر داشته باشه یا پیش داشته باشه، زبر یا پیش داشته باشه، لام جلاله پر خوانده میشه. ولی اگر قبل از لام جلاله، همین لام جلاله هست، قبل از این حرف، قبل از این لام جلاله حرفی بیایه که زیر داشته باشه، باریک خوانده میشه، یعنی ترقیق میشه در اصطلاح عربی. اینجا نونه که میبینید ما قبل لام جلاله هست زبر داره، بنابراین پر میخوانیم. فإن الله نمیگیم نالله اشتباهه. نالله پر میکنیم. غفور اشتباهه، غین را درست باید تلفظ کرد.
و ما گفتیم که غین از ابتدای حلق ادا میشه. غفورون، غفورون. اینجا میبینید که را منون تنوین داره و بعد از تنوین رای دیگه آمده. را از حروف یرمولونه، از حروف ادغامه. بنابراین ما این دوتا را با همدیگر داخل میکنیم، ادغام میکنیم. میخوانیم غفور الرحیم. این دوتا را با همدیگر داخل میکنیم. غفور الرحیم، رحیم، رحیم. این یای هم که میبینید در اینجا از در واقع وسط زبان ادا میشه و از همان جوف دهان، از خالیگاه دهان در واقع خارج میشه. رحیم، رحیم. و این از آیه 192. میرویم به سراغ آیه 193. وقاتلوهم، وقاتلوهم، وقاتلوهم حتى 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 لا تكون لا تكون لا تكون فتنة فتنة فتنة. اینجا تا که میبینید منونه و بعد از این تنوین واو آمده. واو از حروف یرمولون، از حروف ادغام. بنابراین این تا را با واو ادغام میکنیم. به این شکل میخوانیم فتنة تو تو فتنة ويكون ويكون ويكون. اینجا نونی که در ویکونه هست با دالی که در اینجا هست در خط بعدی در اینجا در واقع وصل میشه، یک جا خوانده میشه. ویکون الدین، ویکون الدین لله، لله. اینجا لام جلاله باریک خوانده میشه. چرا؟ چون لامی که ما قبلش آمده زیر داره. لله نمیخوانیم لله، لله. اگر پر بخوانیم این رقم میشه، ولی حقیقتا اینجا باریک میشه. میخوانیم لله، لله. اینجا صلا هم به معنای این که اینجا وصل بهتره. فَإِنِ انتهوا، فَإِنِ انتهوا. اینجا بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا هست. اخفا میکنیم نون ساکن را، این نون ساکن را اخفا میکنیم. فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ، فَلَا عُدْوَانَ. اینجا دال ساکنه و از حروف قلقله میکنیم. عدوان، عدوان. فلا عدوان إلا إلا على الظالمين، على الظالمين. لام را با ضا وصل میکنیم. على الظالمين، على الظالمين. ضا که هست از حروف استعلا هست، از حروف استعلا هست. پر میکنیم، آن را پر میخوانیم. از حروفی که باید پر خوانده بشه. یعنی قسمت اخیری زبان، قسمت اخیری زبان در حروف استعلا رو به طرف کام بالا میره، رو به طرف کام بالا میره، رو به طرف فک بالا، رو به طرف اخیر. مثلا میخوانیم علی الظا ظا 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 ظالمین. اینجا این همزه را که میبینید همزه وصله، چون بعدش لام آمده، الف لام هست. ما مجبوریم که به این در واقع چون ابتدای به ساکن مشکله، نمیتونین ابتدا به ساکن بکنیم. چی رقم یک حرف ساکن باشه ما ابتدا به ساکن بکنیم. پس بنابراین همزه وصل هست. ما اینجا چون بعدش لام آمده و الف لام هست، به صورت عموم گفتیم که هر وقتی این گونه باشه ما این همزه وصل را فتحه میدهیم، فتحه میدهیم. میخوانیم الشهر الحرام، اش این را فتحه میدهیم. اش اینجا این همزه با شین وصل میشه. شهر الحرام، شهر الحرام، حرام. را هر دو تا در اینجا پر خوانده میشه.
الشهر الحرام، ها هم که میدانید از انتهای حلق ادا میشه. الشهر الحرام بالشهر الحرام بالشهر الحرام بالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات واو باللام والحرمات حرمات والحرمات قصاص قصاص، صاد هم از حروف استعلا هست، پر باید ادا بشه. قصاص 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 قصاص. اینجا جیم علامت وقف جایزه و هم وقفش جایزه و هم وصلش جایزه. هر دو تا جایزه، هم میتونین اینجا وقف کنیم هم میتونین از اینجا بگذارین. مثلا اگر خواسته باشیم اینجا رو ما بخوانیم والحرمات قصاص، مثلا وقتی خواسته باشیم وقف کنیم. اما وقتی که خواسته باشیم ما در اینجا وصل بکنیم، چون صاد منون تنوین داره و بعد از این تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا میکنیم. مثلا میخوانیم والحرمات قصاص قصاص فمن اعتدى فمن اعتدى. اینجا نون با عین یک جا خوانده میشه نعتدى فمن اعتدى علیکم علیکم علیکم. میم در اینجا اظهار میشه. فا با عین فاعتدوا عین هم یادتان باشه که از وسط حلق ادا میشه. فاعتدوا مین خط پایین تر فاعتدوا علیه بمثل معتدى نمیخوانین معتدى میم با عین وصل میشه. معتدى علیکم. جیم هم علامت وقف جایزه، اگر اینجا وصل بکنید هم جایزه، وقف هم بکنید جایزه. واتقوا الله واو با تا و قاف هم با لام جلاله هم پر خوانده میشه. واتقوا الله. چرا پر خوانده میشه؟ چون قاف در اینجا پیش داره و ما قبلش هست. این دیگه را ساکنه. واتقوا الله واعلموا واو با عین وصل میشه، یک جا خوانده میشه. واعلموا. اینجا هم این علامتی که میبینید به معنای اینه که اینجا مد منفصل صورت میگیره و مد منفصل 3 الی 4 حرکت آن را طولانی میکنیم. واعلموا ان الله نون در اینجا غنه میشه، صدا از بینی خارج میشه و لام جلاله هم پر خوانده میشه. ان الله مع المتقین المتقین مع المتقین. این هم از آیه 194 میرویم به سراغ آیه 195. و انفقوا بعد از نون ساکن فا آمده، فا از حروف اخفا، این نون ساکن را اخفا میکنیم. و انفقوا فی سبیل لله. اینجا لام میبینین که زیر داره و بعد از آن هم لام جلاله هست، بنابراین لام جلاله اینجا باریک میخوانیم. فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم
بأیدیکم بأیدیکم میم ساکن هم در اینجا اظهار میشه. الت تهلکتی الت تهلکتی لام با تا در اینجا یکجا خوانده میشه. الت تهلکتی الت تهلکتی الت تهلکتی و احسنوا جیم علامت وقف جایزه. اگر وقف هم کردیم جایزه، اگر وصل هم نمودیم جایزه. البته اگر وصل بکنیم یک حکم دیگه اینجا باقی میمانه و اینه که باید و احسنوا را مد طولانی بکنیم، یعنی مد منفصل صورت میگیره. ولی اگر وقف کردین مد منفصل از بین میره. مثلا از خط قبلی شروع بکنیم، بخوانیم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا. این آلت وقفش هست. اما آلتی که وقف کنیم مثلا میخوانیم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله. توجه کردید اینجا باید طولانی بکنیم در صورتی که وصل بشه. ان الله اینجا نون مشدده غنه میشه. لام جلاله هم که در اینجا میبینید پر خوانده میشه. ان الله يحب با لام يحب المحسنين يحب المحسنين يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين. این از آیه 195 میرویم به سراغ آیه 196. وأتم الحج وأتم تا با میم و میم هم مشدده بناهن غنه میشه. وأتم الحج وأتم الحج میم با لام ملحج حج والعمرة والعمرة عین با میم و را هم در اینجا پر خوانده میشه. لله والعمرة لله. اگر ما خواسته باشیم اینجا وقف بکنیم میگیم لله، اما اگر خواسته باشیم وصل بکنیم لله، چون جیم علامت وقف جایزه. هر دو حالت جایزه، هم میتونین وقف بکنیم و هم میتونین وصل بکنیم. فإن نون ساکنه، بعدش هم همزه آمده و همزه از حروف اظهار، بناهن اظهار میکنیم نون ساکن را. فإن احصرتم فإن احصرتم فإن احصرتم 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 فإن احصرتم فمستيسر 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 من الهدي من الهدي من الهدي. اینجا دال چون ساکنه از حروف قلقله هست، قلقله میکنیم. من الهد من الهدی من الهدی. سلا هم به معنای این که اینجا وصل بکنین بهتره. مثلا بخوانیم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا ولا تحلقوا ولا تحلقوا ولا تحلقوا رؤوسكم
رؤوسکم رؤوسکم. میم هم در اینجا اظهار میشه. حتی یب اینجا با از حروف قلقله هست، قلقله میکنیم. یبلغ حتی یبلغ حتی یبلغ حتی یبلغ غل غین در اینجا با لامه که در اینجا هست وصل میشه. یبلغ الهدی هدیو حتی یبلغ الهدیو. اینجا دال چون از حروف قلقله هست و ساکنه، وقتی که دال ساکن باشه از حروف قلقله هست، بنابراین ما هم قلقله میکنیم. حتی یبلغ الهدی محله هو نمیگیم هو تا هو فرق میکنه. اگر خواسته باشیم، چون اینجا واوی که میبینید این را محله میکنه، اگر خواسته باشیم ما محله هو بخوانیم این واو هیچ میشه، از بین میره. محله جیم هم علامت وقف جایزه، اگر اینجا وقف بکنید هم جایزه، وصل هم بکنید جایزه. اگر وقف بکنید میگین محله، ولی وصل بکنید میگین محله. فمن بعد از نون ساکن کاف آمده، اینجا اخفا میکنیم نون ساکن را. فمن کان منکم بعد از نون ساکن کاف آمده، بنابراین ما اینجا این نون ساکن را اخفا میکنیم. منکم کم اینجا بعد از میم ساکن میم دیگه آمده، اینجا ادغام میکنیم، میم را در میم داخل میکنیم، ادغام میکنیم. منکم مریضا منکم مریضا در صورتی که وصل بکنیم، اما وقتی وقف کنیم. اما وقتی خواسته باشیم این کلمه را با کلمه دیگه وصل بکنیم میخوانیم مریضن ضن. چرا؟ چون این ضاد که میبینید در اینجا منونه، تنوین داره و بعد از این تنوین همزه آمده، همزه از حروف اظهاره، بنابراین مجبوریم که ما اینجا اظهار بکنیم. بخوانیم مریضن او به اینجا مد هم هست، مد منفصل. او به اذن. اما چون اینجا تنوین میبینید بعد از تنوین میم آمده، بنابراین ما این مجبوریم که ادغام بکنیم. اذم ظال را با میم وصل بکنیم. اذمر بعد از نون ساکن را آمده، را از حروف یرمولون هست، حروف ادغام میکنیم. رأسه ففدیه. اینجا بعد از تنوین هم که میبینید فدیتون بعد از این تنوین میم آمده و میم از حروف یرملونه، بنابراین ما ادغام میکنیم. ففدیتم ففدیتم من صیام. بعد از تنوین همزه آمده و اولا در من صیامن اینجا توجه داشته باشید، بعد از نون ساکن صاد آمده و صاد از حروف اخفا، ما اینجا مجبوریم که اخفا بکنیم. من صیام. اینجا بعد از تنوین همزه آمده و همزه از حروف حلقی یا بگین از حروف اظهار هست، مجبوریم که این تنوین را اظهار بکنیم. من صیام
او صدقات صدقات او صدقات. بعد از تنوین همزه آمده، باز هم اینجا اظهار میشه. او صدقات او نسک او نسک. اینجا هم جیم علامت وقف جایزه، میتونین اینجا وقف کنیم. در صورتی که وقف کنیم میگین او نسک او نسک. اما وقتی خواسته باشیم ما اینجا را در واقع وصل بکنیم، مجبوریم که این تنوین را اخفا بکنیم. مثلا بخوانیم او نسک فاذا امنتم. فاذا مد منفصل هست، امین بعد از نون ساکن تا آمده، تو از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم. فاذا امنتم، میم هم در اینجا ظاهر میشه، اظهار میشه. فاذا امنتم فمن بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا هست، نون ساکن را اخفا میکنیم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدی. چون در بالا این تکرار شد، یک بار دیگه از قبلش تکرار میکنم. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. جیم هم علامت وقف جایزه، اگر وصل بکنین جایزه، وقف هم بکنین جایزه. فمل بعد از نون ساکن لام آمده، لام از حروف ادغام هست، اینجا ادغام میکنیم. فمل نمیخوانیم فمن، اگر فمن بخوانیم اشتباهه، باید بگین فمل فمن لم یجد، دال هم اینجا قلقله میشه. فمن لم یجد فصیام ثلاثة أيام. بعد از این تنوین میبینید که فا آمده، فا از حروف اخفا هست، این تنوین را اخفا میکنیم، میخوانیم فصيام 3 أيام في الحج أيام في الحج وسب با قلقله میشه. وسبعة اینجا تنوین هم که میبینید تا اینجا منون تنوین داره و بعد از این تنوین میبینید که همزه آمده و همزه از حروف اظهار، بنابراین ما مجبور هستیم که تنوین را در اینجا اظهار بکنیم. بنابراین میخوانیم وسبعة إذا رجعتم جعتم. قیلا به معنای این که اگر وقف بکنید بهتره. اذا رجعتم این هم وقف و میم هم ظاهر میشه. تلك عشرة. اینجا تا هم میبینید که منون تنوین داره و بعد از آن کاف آمده، کاف از حروف اخفا هست، بنابراین ما مجبوریم که این تنوین را اخفا بکنیم. عشرة كاملة
کامله کاملتون کاملتون ذلك. اینجا اگر ما استاد بکنیم کامله میگین، ولی اگر وصل بکنیم اینجا در واقع ما مجبوریم که اخفا بکنیم. چرا؟ به خاطر که بعد از تنوین ضال آمده و ضال از حروف اخفا هست. کاملتون ذلك، قیلا هم به معنی این که اگر وقف کنین بهتره. ذلك لمن لم يكن لمن لم يكن لمن. چرا؟ چون بعد از نون ساکن، اینجا بعد از نون ساکن لام آمده و لام از حروف یرملونه، ادغام میکنیم. لمن لم میم هم اظهار میشه. لم یکن کن، اینجا هم بعد از نون ساکن همزه آمده، اینجا هم اظهار میکنیم. لمن لم یکن اهلوه هو نمیگیم هو تا هو فرق داره. اگر این واو نمی بود میگفتین هو، ولی چون واو هست هو میگیم. اهلوه هو حاضر را با لام وصل میشه. حاضر المسجد الحرام المسجد الحرام حاضر المسجد الحرام. و جیم هم علامت وقف جائزه، یعنی این که اگر وصل بکنین جائز هست، وقف هم بکنید جائزه. واتقوا الله لام جلاله اینجا پر خوانده میشه چون که قاف ما قبلش هست، میبینین که پیش داره. واتقوا الله واعلموا. اینجا اگر استاد بکنین که کدام مدی نیست، ولی اگر این که وصل بکنین و با هم بخوانین مجبورین که اینجا در واقع مد منفصل صورت میگیره، مد یا طولانی بکنیم حرف را. واعلموا ان الله نون مشدده اینجا غنه میشه، لام جلاله هم پر خوانده میشه. چرا؟ چون ما قبلش که نون هست فتحه داره یا زر داره. ان الله شدید العقاب شدید العقاب. این هم از آیه 196 سوره مبارکه بقره که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت شد. بینندگان گرامی اجازه بدین که با همدیگر یک میان برنامه ببینیم و همین آیات را بشنویم و بعد از میان برنامه ان شاء الله دوباره در خدمت شما خواهیم بود. و عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. باز هم در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن. بینندگان گرامی، امروز ما قسمتی از برنامه تجوید را اختصاص دادیم برای معرفی دندانها و دندانها را معرفی کردیم و همچنین در برنامه که قسمتی از برنامه را مخصوص کردیم برای تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشأن و آیاتی را با هم دیگر تکرار نمودیم. از آیه 191 سوره مبارکه بقره الی اخیر آیت 196 سوره مبارکه بقره با هم دیگر تلاوت کردیم. از این به بعد بینندگان عزیز و گرامی تماس ها آزاد هست. با شماره‌ای که زیرنویس شده شما میتونین که تماس بگیرین و ان شاء الله آیاتی که تلاوت شد این آیات را از شما میشنویم. اما خواهش بنده از تمام بینندگان عزیز و گرامی این است که لطف کنن همین آیات را تلاوت کنن، تا حدی که توانشان هست همین آیات را تلاوت کنن، حتی اگر این که یاد دارند به هر حال مشکلی هم در تلاوت ندارن، باز هم برای این که دیگر بینندگان عزیز و گرامی از تلاوتشان استفاده بکنن تلاوت کنن تا ان شاء الله که ما با هم دیگر تلاوتشان را بشنویم. به هر صورت بینندگان عزیز و گرامی، آیاتی که امروز تلاوت شد تا حدی هم قواعدی که از تجوید تا حالا خوانده بودیم آنها را با هم دیگر
به هر حال تطبیق دادیم و ان شاء الله این روش ماست که هر قاعده ای را که بخوانیم آن را در درسی که از روحانی هست تطبیق خواهیم داد. خب اولین تماس را با هم دیگر میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده. سلام، من عایشه مجیدی هستم. میخواستم درس امروز رو تلاوت کنم. بفرمایید خواهر گرامی، بفرمایید. از آیه 191 تا بخشی میشه اول یه حرفی دارم. میخواستم در مورد 6 حرف که از این خلق میگفتی که ادا میشه اون حرف من درست نفهمیدم. میشه دوباره بگین وقتی که قطع کردم؟ کدام حروف را؟ من ضبطش کنم. کدام حروف را خواهر گرامی؟ بله. کدام حروف را؟ همین که حلق ادا میشه. بسیار خوب. حروف حلقی منظور شماست؟ بله بله. بسیار خوب. ان شاء الله که توضیح خواهم داد. ان شاء الله. بفرمایید تلاوت. حالا میتونم بخونم؟ بله بله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام وحرمته قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. جزاكم الله خیر. بله جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. جزاكم الله خیر. یه سوال داشتم. اون هفته به من گفتی که وقتی که دارم میخونم خیلی یواش نخونم. با هفته قبلترش که زنگ دادم به من گفتم خیلی تون نخونم. بعد الان با خیلی قاطی کردم. وقتی میخوام بخونم استرس میگیرم. بسیار خوب خواهر گرامی، انشاءالله توضیح خواهم داد. جزاكم الله خیر. خیلی ممنون. دستتون تشکر از شما. سلامت باشید. نمیدانم خواهر گرامی که اگر در 2 هفته گذشته برای شما گفتم که تند میخوانید یا در هفته گذشته گفتم آهسته میخوانید. به هر حال المهمی که منظورم اینه که خواهر گرامی بیشتر کوشش بکنین که از قاری ها استفاده بکنین. یعنی تلاوتی که از قاری ها هست، قاری های مشهور دنیا، از اونها استفاده بکنین. برای تلاوت شما مفیده. چون شما یعنی کلمه به کلمه تلاوت میکنین، نیاز به اینه که تمرین زیاد بشه. همون حرف شماست که استرس دارید، بنابراین این استرس باعث بری میشه که شما کلمه به کلمه اینها را بخوانید و برای شما مشکل زا هست و مشکل میشه. بنابراین کوشش بکنید که تلاوت کمی روانتر بخوانید، ان شاء الله که روز به روز مشکل شما حل خواهد شد. و این جای نگرانی نیست، فقط نیاز به تمرین داره، ان شاء الله که حل خواهد شد. اما در مورد حروف حلقی 6 تا هستن خواهر گرامی. ما در برنامه‌های گذشته به صورت تفصیل به آن اشاره کردیم. 2 حرف از انتهای حلق ادا میشه، 2 حرف از وسط حلق، 2 حرف هم از ابتدای حلق. 2 حرفی که از انتهای حلق ادا میشه همزه هست و ها هست. این 2 حرف از انتهای حلق ادا میشه. و 2 حرف از وسط حلق ادا میشه که ح و
عین هست. اینها از وسط حلق ادا میشه. 2 حرف دیگر از ابتدای حلق، از شروع ابتدای حلق ادا میشه که با آن غین و خا هست. این 6 حرف مجموعاً همزه، ها، حا، خا، عین و غین. این 6 حرفه که اینها از حلق ادا میشه. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. تشکر از شما برادر گرامی. بفرمایید برادر گرامی. سلامت باشین. فقط برنامه شما را دیدیم خوشحال شدیم و خواستیم که در برنامه شما ما هم داشته باشیم. جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. اگر تلاوت هم میکنین در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. نمی‌تونیم که ما میخوایم که تلاوت بکنه. بسیار خوب، بسیار خوب. بفرمایید. سلام علیکم. میخوای تلاوت بکنی؟ هستین؟ فکر کنم که بیننده گرامی تماس شما مشکل داره و صدا شما رو ما اینجا نداریم. اگر بار دیگه تماس بگیرین و کوشش بکنین که انشاءالله این مشکل حل بشه. خب تماس بعدی رو. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. محمد از مجید زنگ زدیم. بله محمد جان خوبی؟ بله خوب هستم. الحمدلله. میخوای تلاوت بکنی؟ بله. امروز میخوای کجا رو تلاوت بکنی؟ درس امروز. بسیار خوب. پس از آیه و اتم الحج والعمرة لله تلاوت کن محمد جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به آذان من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. جزاک الله خیر. تشکر از تو محمد جان. تشکر. ماشاءالله. میخوام برای تلاوت کنم. بسیار خوب. سلام علیکم السلام. علیکم السلام. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. آفرین 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 آفرین. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خیلی خوب. بده دست. السلام علیکم. علیکم السلام. یاسمین کوچولو خوبی؟ من میخوام سوره قل اعوذ برب الناس. خیلی خوب. بخوان میشنوی. سوره ناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. آفرین آفرین آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. خداحافظ. خداحافظ. تشکر. جزاک الله خیر.
محمد جان فقط تلاوت ماشاءالله خیلی زیبا بود، فقط چند نکته رو توجه بکن. حتی یبلغ الهدیو و همچنین اذن من رأسی و همچنین عشرة کامله. جزاک الله خیر. تشکر از محمد جان و همچنین از برادر کوچکش و از والدین گرامیشان و از یاسمین کوچولو. جزاکم الله خیر. تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم استاد، شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی بفرمایید. استاد من نمیخوام تلاوت کنم، یه دو تا سوال قرآنی داشتم، البته یکیش قرآنی در اجازه است میخوام بپرسم. بفرمایید. اگر من خودم چون شیعه هستم، با توجه به این شهری که در اون قرار داریم، من فکر میکنم اذان ما شیعیان، اذان مغربمون خیلی دیرتر نسبت به سنی ها میخونیم. آیا این نحوه این اذان رو توضیح بدهید ببینم از لحاظ غروب آفتاب. برادر گرامی و عزیز، خب این که سوال یعنی ارتباط به برنامه ما نداره. اگر سوال قرآنی داشته باشین، ارتباط به قرآن کریم باشه. یک سوال قرآنی دیگر هم هست. اگر سوال دارین، سوال فقهی دارین یا سوال عقیدتی دارین، میتونید به برنامه پرسش و پاسخ تماس بگیرین، انشاءالله که جواب شما رو خواهند داد. حالا یک سوال قرآنی داریم درباره این نون ساکنی که قبل از حروف یرملون میرسه. بله این نون ساکن خب باید خوانده نشه، درسته بله. خب یه استادی میگفت همین از برنامه خودتون، یه استاد فضل الحق سلیمانی میگفت این در کلمه دنیا این نون ساکن باز میرسه به یرملون ولی باید خونده بشه. بله درسته برادر گرامی به خاطر اینه. ببینین شما مادامی که نون ساکن و حرف یرملون در یک کلمه بیایه خوانده نمیشه، یعنی منظوری که با همدیگر چسبیده باشه، یعنی کنار هم بیایه، مثل دنیا، مثل قنوان، مثل سنوان. اینها کلماتیه که بعد از نون ساکن متصلن یعنی با هم در یک کلمه در کنار هم آمده، جدا از هم نیه. وقتی که این گونه باشه جدا جدا خوانده میشه و در قرآن کریم چند کلمه دنیا ببینین بعد از نون ساکن یا آمده، یعنی با هم متصله، در کنار همه در یک کلمه. قنوان نمیگین، قنوان میگین، چون نون ساکن و واو در کنار هم قرار داره. سنوان هم مثل قنوان و مثل دنیا هست، تنها کلمه دنیا نیست برادر گرامی. و اینها که از این قاعده مستثنایه، چون اینها در یک کلمه و در کنار هم در یک کلمه با هم چسبیده آمده. پس بنابراین حکم اینها تا به دیگه نونهای ساکن فرق میکنه. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام. خدمتتون تقدیم میکنم. دخترک من براتون یک قرائت میکنم. ماشاءالله جزاکم الله خیر، بفرمایید. واخله نه مو قرائت. سلام علیکم زور بریم زتا تتبت یدا و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. آفرین جزاک الله مرحبا. طيب ما تشکر، جزاک الله خیر. تشکری میکنم از این کوچولو و همچنین از پدر گرامیشان. الله متعال با عمر هر دویشان برکت بده و این طفلک را الله متعال به هر حال روشنایی چشمی برای پدر و مادرش و برای کل امت اسلامی بگردانه. تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. وصال حق است؟ بله وصال حق، بفرمایید. برنامه روخانه قرآن کریم قرائت کنم؟ بله
کجا رو میخواین تلاوت کنین؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جزاكم الله خیر. صدق الله العظیم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. ماشاءالله تلاوت شما خیلی زیبا بود. تشکر از شما. شما را از سر ما کم نکنن. محتاج دعای خیرتون. تشکر. جزاكم الله خیر. سلامت باشین. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی خوش آمدید. بفرمایید. سلامت باشین. پسرم میخواد که سوره و شمس براتون تلاوت کنه. ماشاءالله ماشاءالله. خداوند به عمر برکت بده. بفرمایید. سلامت باشید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی؟ الحمدلله. تشکر. سلامت باشین. شما خوبید؟ الحمدلله. الحمدلله. اسم تو چی هست؟ چند ساله هستی؟ من در درماک زندگی میکنم. در سنف 4 هستم. ماشاءالله ماشاءالله. 10 ساله. نه 10 ساله هستم. 10 ساله. ماشاءالله. آفرین آفرین. میخوای سوره و شمس تلاوت بکنی؟ بله. بسیار خوب. میشنویم. بفرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. جزاك الله خیر. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر. سلامت باشی. تشکر. جزاك الله خیر. آفرین. ماشاءالله. خب سلام بگویم. تشکر.
و تشکری میکنم از شما و همچنین از پدر گرامی و والدین عزیز شما. الله متعال برای شما برکت بده در همچون کشور، به هر حال کشوری که به هر حال مشکل در کشورهای غربی، ولی ماشاءالله ببینین که الله متعال برکت بده برای به عمر پدر و مادر و والدین گرامی شما و الله متعال شما را حفظ بکنه. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب تماس قطع شد. تماس بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسم من نزیلا از افغانستان هستم. ماشاءالله ماشاءالله. چند ساله هستی؟ 9 ساله. 8 ساله. 8 ساله. ماشاءالله. میخوای کجا تلاوت بکنی؟ سوره اخلاص. سوره اخلاص. ماشاءالله. با ترجمه بخونم. خیلی خوبه. بخوان میشنویم. سوره اخلاص دارای 4 آیات است. قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. بدو خدای یکتا است. الله الصمد. خدای بی‌نیاز است. لم یلد و لم یولد. نه زاده است و نه زاده شده است. و لم یکن له کفوا احد. و برای او هیچ کس امثالی نیست. ماشاءالله ماشاءالله. آفرین آفرین. دیگه کدام گفتنی نداری؟ برادر اسکول میخوای برادر اسکول ترجمه خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. میشنویم. بدی دستش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه اسم خور بگی؟ اسم تو چیه؟ اسم من احسان جانم. ماشاءالله. چند ساله هستی؟ 5 ساله. خب میخوای تلاوت بکنی کدام سوره ایر؟ بله. بسیار خوب. میشنوی. بخوان. بسم الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما بين أيديهم ولا خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آفرین آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. جزاک الله خیر. میخوایم سوره علمان را تلاوت کنیم. خیلی خوب. بخوان. میشنویم. خودشان سوره علمان را تلاوت کنیم. من خودم تلاوت بکنم؟ تشکر. جزاک الله خیر. الله متعال سبحانه و تعالی به عمر تو و همچنین خواهرت برکت بده. ماشاءالله. آیه مبارکه آیت الکرسی خیلی واقعا زیبا تلاوت کردی. جزاک الله خیر. و الله متعال به خانواده شما برکت بده. واقعا طفل 5 ساله تلاوت با این زیبایی و با این لهجه بسیار خوب، واقعا یعنی سبحان الله. الله متعال سبحانه و تعالی حفظ بکنه شما را از فتنه های روزگار، حفظ بکنه. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. خب
گویی که بیننده گرامی ما متوجه نیستند. بیننده بعدی را وصل میکنین. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خوبی؟ از کجا در تماس شدی؟ از تاجیکستان؟ خب تماس قطع شد متاسفانه. تماس بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام. فرشته هستم. بفرمایید خواهر گرامی، میخواین تلاوت بکنین؟ نه، سوال داشتم. بفرمایید. میخواستم در مورد مد توضیح دهید. در مورد مد. مد. بسیار خوب. به اینکه چند نوع مد دارید. بسیار خوب. جزاکم الله خیر. و بعدش اینکه بعضی از کلمات که در اول بعضی از سوره ها مد داره، اون مدها چیه؟ بسیار خوب. مثل سوره بقره که الف لام میم. خیلی خوب، باشه انشاءالله. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. جزاکم الله خیر. سلامت باشین. تشکر. ممنون. خدا. سلام علیکم. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی بفرمایید. خواهش میکنم دوباره زحمت داده بتانم پسرک کوچک هم همچنان آیت الکرسی شریف را براتون تلاوت میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب، میشنویم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. نام من اشتل هستم. من میخوام آیت الکرسی شریف را براتون بخونم. بسیار خوب یونس جان، بفرما، میشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تحبسه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. جزاک الله خیر. آفرین آفرین، ماشاءالله یونس جان، تشکر. قربان خدا. تشکر از شما، تشکر. جزاک الله خیر. آفرین ماشاءالله. الله متعال به عمر تو هم برکت بده. تشکر و تشکری میکنم از پدر و والدین گرامی شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. علیکم السلام. متوجه نشدم. بله بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بله بله تلاوت کنین، ولی قبل از تلاوت صدای تلویزیون رو ببندین و صدا ما از طریق تلفن داشته باشین. باشه. بفرمایید میشنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خیر. آفرین، ماشاءالله. در حق من داخل. ان شاء الله تشکر. الله متعال به عمر شما برکت بده. تشکر از شما. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی بفرمایید. مریم هستم از افغانستان. بله بفرمایید، میشنویم. میخواین تلاوت بکنین؟ بله از کجا تلاوت کنم؟ از آیه 191 واقتلوهم حیث ثقفتموهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. جزاکم الله خیر. میخوای خواهر من تلاوت کنم؟ بسیار خوب، میشنویم. بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. فاطمه هستم از افغانستان. بله بفرمایید خواهر گرامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر ماشاءالله. جزاکم الله خیر. تشکر از برنامه بسیار زیبایتان. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر. خداحافظ. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما و همچنین از خواهر گرامی شما. خب بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم. الو. الو. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید خواهر گرامی. سلام علیکم. صداتون خیلی ضعیفه.
بله حالا بهتره؟ بله الو نه بله یکم بلندتر صحبت کنین. بله بسیار خوب. میشنوین صدا ما؟ بله میشنوم. بفرمایید خواهر گرامی، میخواین تلاوت بکنین؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از کجا در تماس شدی؟ از قم. میخوای تلاوت بکنی؟ سوره فیل بلد. فیل. سوره فیل تلاوت میکنی؟ سوره فیل. خیلی خوب بخوان. شروع کن بخوان. الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. آفرین ماشاءالله. عزیز. ماشاءالله آفرین. اسم تو چیه؟ اسم تو چیه؟ بله اسم تو چیه؟ تشکری میکنیم از بیننده گرامی ما از قم تماس گرفته بود. ماشاءالله واقعا زیبا بود. الله متعال برای شما و والدین گرامی شما برکت بده و شما و همه خانواده تان را الله متعال حفظ بکنه و با قرآن داشته باشه. جزاکم الله خیر. ماشاءالله تلاوت تو زیبا بود. انشاءالله که واقعا اما متاسفانه نشد که به هر حال نام و سن رو بپرسیم که چند ساله هست. خیلی خوب انشاءالله که مشکلی نیست. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستید؟ بخیر هستین؟ تشکر. سلامت باشین برادر گرامی. جزاکم الله خیر. می‌خوایم که می تفسیر متلاوت میکنه سوره نبره. خیلی خوب میشنوین. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از کجا در تماس شدی و نام تو چیست؟ چند ساله هستی؟ ما و وفا چیزا هستم. خیلی خوب. چند ساله هستی؟ 11 ساله. ماشاءالله. میخوایی سوره نبأ را تلاوت بکنی؟ خیلی خوب. میشنویم بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لباسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. آفرین ماشاءالله جزاک الله خیر. آفرین ماشاءالله جزاک الله خیر. تشکر. و چون وقت کم بود وگرنه وقت بیشتر میدادین. به هر حال جزاک الله خیر. آفرین ماشاءالله. الله متعال عمرت تو برکت بده. خب تشکری میکنیم از این کوچولوی 11 ساله.
و همچنین از والدین گرامیشان و پدر گرامیشان که به هر حال اول با ایشان صحبت کردین. الله متعال به عمر ایشان و فرزندشان برکت بده و هر دویشان را الله متعال در پناه خود داشته باشه. خب تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من زهرا هستم، از آلمان تماس گرفتم. 11 سال هستم. چند ساله؟ 11. 11 ساله. ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی زهرا خانم؟ خیلی خوب. کجا رو میخوای بخوانی؟ آیت کرسی شریفه. بسیار خوب. آیت الکرسی میخوای بخوانی؟ بخوان. میشنوی. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. ماشاءالله ماشاءالله. صدق الله العظیم. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر. جزاکم الله خیر. خدا سلامت باشین. الله متعال حفظتان کنه. تشکر. ماشاءالله. زیبا بود. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. میخوام تلاوت کنم. خیلی خوب، میشنوین، بفرمایید. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله حتى يبلغ الحج محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. سلامت باشین. تشکر از شما بیننده گرامی و عزیز. جزاکم الله خیر. علیکم السلام و رحمت الله. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. وقت هستم از تاجیکستان زنگ میزنم. خیلی خوب. میخواین تلاوت بکنین؟ سوره غافر آیت 36. سوره غافر آیت 36. بفرمایید.
بفرمایید میشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر، جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. شما تلاوت شیخ خالد الجلیل مثل بسیار زیاد گوش میکنین. بله بله. ماشاءالله ماشاءالله. ابوبکر از تاجیکستان. ابوبکر، بله. ببخشین ابوبکر جان، مثلی که تلاوت خالد الجلیل زیاد گوش میکنی. بله بله. ماشاءالله ماشاءالله، زیبا بود، آفرین، ماشاءالله، خیلی زیبا بود. الله جزاک الله خیر. سلامت، تشکر از شما. خب آخرین تماس را میشنویم با همدیگر. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر گرامی، بفرمایید. سلامت باشین. تشکر از شما و از برنامه خوبتان. سلامت باشین. دختره که ما میخواد که تلاوت بکنه در برنامه شما. خیلی خوب خیلی خوب، بفرمایید، میشنویم. بله. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چند ساله هستی؟ مقدسه هستم، از ولایت سمنگان، 10 ساله هستم. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار خوب. میشنویم مقدسه خانم. تلاوت میکنی؟ اما را تلاوت میکنم. خیلی خوب خیلی خوب، بخوان، میشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا جنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا
ثوابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا صدق الله العلي العظيم. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. تشکر میکنم از برنامه خوبیتان. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. تشکر از مقدس کوچولو. الله متعال سبحانه و تعالی به عمر این برکت بده و همچنین والدین گرامیشان را الله متعال حفظ بکنه و تشکری میکنم از والدین گرامیشان. آخرین تماس بود، دیگه تماس گرفته نمیتوانیم، وقت ما متاسفانه که تمام شده و تمام بینندگان عزیزی که پشت خطن از همه معذرت خواهی میکنم و بار دیگر تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیزی که به خصوص کوچولوها، اطفال عزیز که تماس میگیرن. الله متعال اینها را حفظ بکنه، اینها نور چشمان ما و کل امت اسلامی هستند. الله متعال اینها را حفظ بکنه. اما در مورد سوالی که خواهر گرامی ما پرسان کردن، البته قبل از آنچه زیرنویس شده فیسبوک صفحه رسمی برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن هست که شما میتونین از این صفحه فیسبوک میتونین که مطالب را ببینین یا اطلاعیه هایی که در مورد برنامه هست ببینین، یا احیانا بعضی از قسمت های برنامه تجوید یا قسمتی از تجوید را در اونجا کوتاه میکنیم و میگذاریم که بینندگان همه بتونن استفاده بکنن، حتی کسایی که در فضای فیسبوک هستند. و همچنین برنامه ها عموما در اونجا گذاشته هست. تمام این برنامه هایی که شما میبینید در اونجا گذاشته هست و شما میتونین که از اون صفحه استفاده بکنین و به هر حال از برنامه‌هایش استفاده بکنین. جزاکم الله خیر. اما برمیگردیم به سوال خواهر گرامی ما که پرسان کردن در مورد مد. خواهر گرامی، اولا موضوع مد بسیار طولانی هست و ان شاء الله که ما به ترتیب تجوید ان شاء الله میرویم به سراغ مد هم، اما چون شما تقاضا کردیم اشکال نداره، من یک بار به صورت کوتاه به صورت کوتاه و گذرا ان شاء الله توضیح خواهم داد. اولا مد به معنای طولانی کردن هست، یعنی چیزی را طولانی بکنین براش میگن مد. چون ما حرفی را طولانی میکنیم میگین مد. مد اولا به دو دسته تقسیم میشه، یک قسم مد اصلیه، یک قسم مد فرعیه. مد اصلی بحثش جداه، مد فرعی که از باز چند قسم تقسیم میشه. مد متصل میشه، مد منفصل میشه که ارتباط میگیره به سبب مد یعنی همزه. چون بعد از حرف مد اگر همزه بیایه یا متصل میشه یا منفصل میشه. اما اگر اینکه بعد از حرف مد، بعد از حرفهای مد که هر کدام باشه، بعد از حرفهای مد سکون بیایه، یعنی سکون باشه، حرفی بیایه که ساکن باشه. اگر ساکن اصلی باشه مد لازمه. اگر ساکن عارضی باشه اون مد عارضی میشه. مد لازمی، مد عارضی که باز هر کدام اینها از خود تقسیماتی داره. اما در مورد الف لام میم یا قاف یا دیگه حروف که هست، اینها مد لازمی هست، مد لازمه، یعنی نه مد متصل، نه مد منفصل، نه مد عارضی، بلکه مد لازمه. به خاطر چی؟ چون مثلا الف لام، اینجا لام الف حرف مد، میم الف لام، مثلا در لام که تنها بگیرین الف حرف مد، میمی که بعدش آمده ساکنه، ساکن اصلیه، بنابراین مد لازم میشه. مثلا میم میخوانیم میم، یایی که ما قبلش هست، ما قبل میم اخیر یایی که ما قبلش هست مد حرف مد، و میم هم که چنانچه میدانید میم اصلی یعنی ساکن اصلیه، بنابراین مد لازم میشه. و قاف مد لازمه. چرا؟ چون که بعد از قاف الف آمده، الف حرف مد و بعد از آن فا در اینجا ساکن سکون اصلی داره، بنابراین مد لازم میشه. این در مورد بعضی از حروف مقطعاتی که در اول سوره ها آمده که در موردش صحبت شد که مد لازم هست. و در مورد مد هم به صورت کوتاه به خدمت شما بعضی از تقسیمات اشاره کردم. ان شاء الله که باز در جایش به صورت تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد. تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیز و گرامی که تا حالا با ما همراه بودن. امید است که الله متعال سبحانه و تعالی در عمر همه برکت بده و برای ما توفیق بده که همیشه با قرآن باشیم. و تشکری میکنم از آقا احمد عزیز، کارگردان گرامی که با ما همراه بودن و زحمت میکشن در
اخراج برنامه و در تولید برنامه. الله سبحانه و تعالی به ایشان هم جزای و پاداش نیک بده، الله متعالیشان را هم حفظ بکنه. و به هر حال تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیز بار دیگر، به خصوص از کسایی که اطفالشان تماس گرفتن. الله متعال سبحانه و تعالی به عمر ایشان و عمر والدینشان برکت بده و توفیق بده که همه پدر و مادرها این گونه تربیت سالم نسبت به فرزندان خود داشته باشند و تربیتشان را سالم بکنن، تربیت قرآنی و تربیت اسلامی. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا برنامه بعد و دیدار بعد.